فصل 12. قانون کمترین تلاش. جارد دایموند، عصب‌شناس و زیست‌شناس، در کتاب برنده جایزه خود تحت عنوان تفنگ‌ها، میکروب‌ها و فولاد به یک حقیقت ساده اشاره می‌کند. قاره‌های مختلف اشکال متفاوتی دارند. در نگاه اول این جمله بدیهی و نه چندان مهم به نظر می‌رسد، اما مشاهده شده که تأثیر عمیقی را بر رفتار انسانی می‌گذارد. امریکا همچون مستطیلی است که طول آن در راستای شمالی جنوبی قرار دارد. یعنی قاره‌های امریکای شمالی و جنوبی را به شکل یک توده زمین عریض و چاق نمی‌بینیم، بلکه یک توده زمین بلند و باریک را می‌سازد. همین امر در مورد افریقا هم صدق می‌کند. در حالی که توده زمین سازنده قاره‌های اروپا، آسیا و اقیانوسیه بالعکس است. این خشکی‌های وسیع بیشتر شکل غربی شرقی به خود گرفتند. بنا به گفته دایموند، این تفاوت نقش مهمی را در گسترش کشاورزی این قاره‌ها ایفا می‌کند. وقتی کشاورزی کم کم در پیرامون جهان توزیع شد، کشاورزها برای گسترش مسیرهای شرقی غربی کار ساده تری را نسبت به مسیرهای شمالی جنوبی داشتند. زیرا موقعیت‌های دارای عرض جغرافیایی یکسان معمولاً دارای اقلیم، میزان نور خورشید و بارش و همچنین تغییر فصول یکسانی هستند. این عوامل به کشاورزان اروپا و آسیا اجازه می‌دهند که تعداد محصول کمتری را اهلی کنند و همانها را در گستری از زمین‌ها از فرانسه گرفته تا چین پرورش دهند. در مقام مقایسه با سفر از شمال به سمت جنوب، اقلیم تغییرات بزرگتری را به خود می‌بیند. کافی است تفاوت آب و هوای فلوریدا و کانادا را تجسم کنید. امکان دارد مستعدترین کشاورز دنیا باشید، اما باز هم نخواهید توانست که پرتقال فلوریدا را در زمستان کانادا پرورش دهید. برف نمیتواند جایگزین خوبی برای خاک باشد. به منظور گسترش محصولات در مسیرهای شمالی جنوبی، کشاورزان باید هر زمان که اقلیم تغییر کرد، گیاهان جدیدی را بیابند و آنها را اهلی کنند. در نتیجه در آسیا و اروپا کشاورزی با سرعت 2 الی 3 برابر نسبت به امریکا توسعه می‌یابد. با گذشت چند قرن همین تفاوت کوچک یک تأثیر بزرگ به همراه داشته است. افزایش تولید غذا باعث شده که رشد جمعیت به شکل سریعتری انجام بگیرد. با حضور افراد بیشتر این فرهنگ‌ها توانستند ارتش‌های قدرتمندتری را شکل بدهند و به شکل بهتری برای توسعه فناوری‌های جدید مجهز شدند. تغییرات خیلی کوچک آغاز شدند. یک محصول کشاورزی که اندکی گسترده‌تر توزیع شد، جامعه‌ای که اندکی سریعتر رشد کرد، اما در نهایت توانست تغییرات قابل توجهی را در گذر زمان به وجود آورد. گسترش کشاورزی نمونه‌ای از قانون سوم تغییر رفتار را در مقیاس جهانی فراهم می‌کند. عقل سلیم می‌گوید که انگیزش یکی از نکات کلیدی در تغییر عادت است. شاید اگر واقعاً آن را بخواهید بتوانید انجامش دهید، اما حقیقتاً انگیزه اصلی ما این است که یک کار راحت را انجام بدهیم و بتوانیم در عین تنبلی هم آن را انجام دهیم. و علیرغم اینکه توصیه‌های بهره‌وری این موضوع را رد می‌کنند، اما واقعاً یک استراتژی هوشمندانه است و نمی‌توانیم آن را احمقانه بپنداریم. انرژی ارزشمند است و مغز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که هر زمان امکانش هست آن را حفظ کند. این ذات انسان است که از قانون کمترین تلاش پیروی می‌کند. قانونی که می‌گوید بین دو گزینه مشابه افراد طبیعتاً به سمت گزینه‌ای گرایش دارند که به کار کمتری احتیاج داشته باشد.
مثلا بین گسترش مزرعه به سمت شرق که می توانید محصول کنونی را در آنجا هم پرورش دهید و گسترش محصول به سمت شمال که باید با یک اقلیم متفاوت مواجه شوید طبیعتاً اولی انتخاب می شود. در میان تمامی اقدامات ممکن که می توانیم انجام دهیم، آن موردی انتخاب و پسندیده می شود که بتواند بیشترین میزان ارزش را با کمترین تلاش تحویل دهد. انگیزه ما این است که کار ساده را انجام دهیم. هر اقدام به مقدار معینی انرژی نیاز دارد. هر قدر انرژی بیشتری برای شروع کار نیاز باشد، احتمال رخ دادن آن کمتر است. اگر هدفتان این است که روزی 100 حرکت درازنشست انجام دهید، به انرژی زیادی نیاز دارید. در ابتدا که انگیزه دارید و هیجان زده هستید، می توانید قدرت لازم برای شروع را جمع‌آوری کنید، اما پس از چند روز این تلاش حس خستگی و درماندگی را در شما ایجاد می کند. در حالی که اگر با خودتان قرار بگذارید روزی 1 درازنشست انجام دهید، به انرژی خاصی برای شروع کار نیاز ندارید و هر قدر یک عادت به انرژی کمتری نیاز داشته باشد، احتمال وقوع آن بیشتر می شود. به هر رفتاری که بخش زیادی از زندگیتان را اشغال می کند نگاه کنید. متوجه خواهید شد که برای اجرای آن به انگیزه خیلی زیادی نیاز ندارید. عادت‌هایی مثل ور رفتن با گوشی، بررسی ایمیل و مشاهده تلویزیون. اینها بخش زیادی از وقت ما را می‌گیرند چون می‌توانند با کمترین تلاش ممکن انجام شوند. انجام آنها به شدت راحت است. از یک منظر هر عادت همچون مانعی بر سر رسیدن به خواسته هایتان است. رژیم گرفتن مانعی برای رسیدن به تناسب اندام است. مدیتیشن مانعی برای رسیدن به آرامش است. نگارش مانعی برای رسیدن به تفکر شفاف است. شما خود عادت را نمی‌خواهید. آنچه حقیقتاً به دنبالش هستید نتیجه حاصل از آن عادت است. هر قدر مانع بزرگتر باشد، یعنی انجام عادت دشوارتر باشد، استحکاک بیشتری میان شما و وضعیت مطلوبتان به وجود می آید. به همین دلیل باید عادتهایتان را آنقدر ساده کنید تا بتوانید حتی زمانی که حسش نیست هم روی فرم باشید و آن را انجام دهید. اگر بتوانید عادتهای خوب مد نظرتان را ساده تر کنید، احتمال انجام آنها بیشتر خواهد شد. اما آن لحظاتی که عکس مطالب فوق را ثابت می کنیم چطور؟ اگر اینقدر تنبل هستیم، پس دستاوردهای دشوار انسانها همچون بزرگ کردن بچه یا شروع یک کسب و کار یا فتح قله اورست چگونه حاصل می شود؟ قطعاً شما قادر به انجام کارهای بسیار دشوار هم هستید. مشکل اینجاست که بعضی روزها حس و حال انجام کارهای دشوار را دارید و بعضی روزها هم بریده اید و دوست دارید که تسلیم شوید. در روزهای دشوار باید تا می توانید مسائل را به نفع خودتان رقم بزنید تا توان غلبه بر چالش‌های طبیعی که زندگی پیش رویتان می‌گذارد به وجود بیاید. هر قدر استحکاک کمتری را احساس کنید، شخصیت قدرتمند درون شما به شکلی ساده‌تر بروز خواهد کرد. ایده آن را ساده کنید این نیست که تنها کارهای ساده را انجام دهید. حرف ما این است که اجرای اموری که می توانند در دراز مدت سوددهی داشته باشند را حتی الامکان ساده تر کنید. چگونه با تلاش کمتر به دستاورد بیشتر برسید؟ فرض کنید یک شیلنگ باغبانی دستتان است که از وسط خم شده و مقداری آب می تواند از میان آن عبور کند. اما فشار آب چندان زیاد نیست. اگر بخواهید میزان نرخ آب عبوری از شیلنگ را افزایش دهید، 2 گزینه پیش روی خود دارید. اولین گزینه این است که شیر آب را بیشتر باز کنید تا آب با فشار بیشتری در شیلنگ جریان پیدا کند.
دومین گزینه این است که خیلی ساده آن خمیدگی شیلنگ را از بین ببرید و بگذارید که آب جریان طبیعی خود را پیدا کند. تلاش برای افزایش انگیزه و پایبندی به یک عادت دشوار مثل همین تلاش برای واداشتن جریان آب در یک شیلنگ خمیده می‌ماند. می‌توانید این کار را انجام دهید، اما به تلاش زیادی نیاز دارید و تنش در زندگی شما افزایش می‌یابد. در حالی که ساده کردن عادت‌ها مثل این می‌ماند که خمیدگی شیلنگ را از بین ببرید و صافش کنید، به جای اینکه برای غلبه بر استحکاک‌های زندگیتان تلاش کنید، سعی کنید از میزان آنها بکاهید. یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش استحکاک عادت‌ها این است که طراحی محیطی را تمرین کنید. در فصل 6 درباره طراحی محیط صحبت کردیم و آن را روشی برای قرار دادن سرنخ‌ها در معرض دید برشمردیم. اما در کنار آن می توانید محیط خود را به گونه‌ای بهینه‌سازی کنید که اقدام به انجام عادت برایتان ساده تر شود. مثلا وقتی تصمیم به اجرای یک عادت جدید گرفتید، بهتر است که آن را در جایگاهی قرار دهید که همراستا با روتین کنونی زندگی شما باشد. وقتی عادتها در جریان زندگی کنونی شما جا بگیرند، شکل دهی به آنها ساده تر می شود. اگر باشگاه در مسیر رفت و آمد شما به محل کار قرار داشته باشند، مراجعه به آن برای شما ساده تر خواهد بود، زیرا توقف در آنجا استحکاک چندانی را در سبک زندگی شما ایجاد نخواهد کرد. در مقام مقایسه، اگر باشگاه خارج از مسیر حرکتی روزمره شما باشد، ولو اینکه یکی دو خیابان آن طرفتر باشد، باید از مسیر اصلی خود خارج شوید تا بتوانید به آنجا برسید. نکته‌ای که احتمالاً تأثیر بیشتری داشته باشد، کاهش استحکاک درون خانه یا محیط کار است. غالباً سعی می‌کنیم عادت‌ها را در محیط‌هایی که استحکاک بالایی دارند شروع کنیم. مثلا وقتی برای صرف شام با دوستانمان بیرون رفته‌ایم، سعی می‌کنیم از رژیم سفت و سختمان پیروی کنیم. سعی می‌کنیم در یک خانه شلوغ و پرسر و صدا کتاب بنویسیم. سعی می‌کنیم هنگام استفاده از گوشی هوشمند که پر از انحراف‌های متنوع است، بر روی کارمان تمرکز کنیم. این کار درست نیست. می‌توانیم نقاط تنش‌زایی که مانعمان هستند را از پیش رو برداریم. این دقیقاً همان کاری است که تولید کنندگان لوازم الکترونیکی ژاپن در دهه 70 میلادی شروع کردند. جیمز شروریکی طی مقاله‌ای که با عنوان همواره بهتر بودن در نیویورکر چاپ شده می‌نویسد: شرکت‌های ژاپنی بر مفهومی تحت عنوان تولید ناب تاکید داشتند که بیوقفه بر روی از بین بردن انواع ضایعات و اتلافات در پروسه تولید تاکید می‌کند و حتی دست به طراحی مجدد محیط کار می‌زند تا کارگران مجبور نباشند برای برداشتن ابزارهای مورد نیازشان دائم بچرخند و بدین ترتیب زمانشان را تلف کنند. در نتیجه این طرح کارخانه‌های ژاپنی بهینه‌تر شدند و اطمینان محصولات ژاپنی نسبت به محصولات امریکایی افزایش یافت. در سال 1974 تماس‌های خدماتی برای تلویزیون‌های رنگی ساخت امریکا 5 برابر بیشتر از تلویزیون‌های ژاپنی بود. در سال 1979 کارگران امریکایی 3 برابر بیشتر از ژاپنی‌ها برای مونتاژ دستگاه‌ها وقت گذاشتند. دوست دارم این استراتژی را تحت عنوان افزودن با تفریق نام ببرم. کمپانی‌های ژاپنی به دنبال تمامی نقاط تنش‌زا و استحکاک‌های پروسه تولید می‌گشتند و آن را حذف می‌کردند. وقتی میزان تلاش‌های تلف شده کاهش یافت، بر تعداد مشتریان و درآمد آنها افزوده شد. به همین ترتیب، وقتی نقاط تنش‌زا و عامل اتلاف زمان و انرژی خودمان را از بین می‌بریم، می‌توانیم با تلاش کمتر به دستاورد بیشتر برسیم. به همین دلیل مرتب کردن حس خوبی به آدم می‌دهد. در آن واحد رو به جلو می‌رویم و بار شناختی که محیط بر روی دوشمان می‌گذارد را سبکتر می‌کنیم.
اگر به محصولاتی نگاه کنیم که بیشترین میزان اعتیاد را به وجود می‌آورند، متوجه می‌شویم یکی از دستاوردهای این کالاها و خدمات از بین بردن استحکاک‌های زندگی ولو به میزان اندک است. سرویس‌های تحویل غذا کاری می‌کنند که استحکاک ناشی از خرید خاروبار برای شما کاهش یابد. اپ‌های دوستیابی کاری می‌کنند که استحکاک برقراری رابطه اجتماعی با دیگران کم شود. سرویس‌های تاکسی آنلاین استحکاک رفت و آمد در شهر را کاهش می‌دهند. ارسال پیامک کاری می‌کند استحکاک و دشواری پست کردن یک نامه کاهش یابد. همانطور که تولید کننده تلویزیون ژاپنی محیط کارش را تغییر می‌دهد تا کارگران حرکات اضافی کمتری انجام دهند، کمپانی‌های موفق هم محصولاتشان را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که بیشترین موانع و گام‌های ممکن را خودکار، حذف یا ساده کنند. آنها تعداد جاهای خالی هر فرم را کاهش می‌دهند، تعداد کلیک‌های لازم برای ایجاد یک حساب را کمتر می‌کنند، محصولاتشان را با دستورالعمل‌های بسیار ساده و قابل فهم ارائه کرده یا پروسه انتخاب را برای مشتریانشان ساده‌تر می‌کنند. وقتی اولین بار دستیارهای صوتی عرضه شدند، محصولاتی نظیر گوگل هوم، آمازون اکو و اپل هوم پاد، از دوستم پرسیدم که کدام ویژگی این محصولات نظرش را جلب کرده. جواب داد: همین که بگویی برایم چند تا موزیک کانتری پخش کن، خیلی راحت تر از تا بخواهی گوشیت را بیرون بیاوری، اپ موزیک را باز کنی و روی یک فهرست برای پخش کلیک کنی. البته تا همین چند سال پیش هم دسترسی نامحدود به موسیقی از طریق گوشی خودش یک رویا بود، چون باید تا مغازه می‌رفتید و CD موزیک مورد علاقه خود را خریداری می‌کردید. در کسب و کار دائما در جستجوی این هستیم که راه‌های ساده‌تری را برای دستیابی به همان نتایج پیشین بیابیم. دولت‌ها نیز به شکلی مؤثر از استراتژی‌های مشابه بهره گرفتند. وقتی دولت بریتانیا خواهان افزایش نرخ مالیات بود، رویکرد دریافت اظهارنامه مالیاتی را عوض کرد. پیشتر آنها صفحه‌ای را به شهروندان می‌فرستادند که اظهارنامه را میشد از داخل آن دریافت کرد. اما از آن مقطع فرم با یک لینک آنلاین مستقیم به انگلیسی‌ها ارسال شد. همین حرکت ساده و کاهش یک مرحله‌ای در پروسه نرخ پاسخگویی را از 19.2 به 23.4% افزایش داد. برای یک کشور نظیر انگلستان همین افزایش چند درصدی به مثابه افزایش چند میلیونی در درآمد مالیاتی است. ایده محوری ایجاد محیطی است که بتوان در آن کار صحیح را به ساده‌ترین شکل ممکن انجام داد. عمده نبرد ما برای ایجاد عادت‌های بهتر به یافتن مسیرهایی برای کاهش استحکاک عادت‌های خوب و افزایش استحکاک عادت‌های بد ختم می‌شود. آماده سازی محیط برای بهره برداری در آینده. اوسوالد ناکلز یک توسعه دهنده فناوری اطلاعات در ناچیز میسیسیپی زندگی می‌کند. او همچنین جزء افرادی است که قدرت آماده سازی محیط را درک می‌کند. ناکلز با پیروی از یک استراتژی که از آن تحت عنوان بازشناسی اتاق نام می‌برد، عادت‌های تمیزکاری خود را شکل داد. مثلا وقتی تماشای تلویزیون را به پایان می‌رساند، کنترل را روی پایه تلویزیون قرار می‌داد. کوسن‌های روی مبل را مرتب و ملحفه را تا می‌کرد. وقتی از ماشین بیرون می‌آمد، هر گونه زباله را دور می‌ریخت. هر زمان که می‌خواست دوش بگیرد، در هنگام گرم شدن دوش توالت را تمیز می‌کرد. همانطور که خودش می‌گوید، بهترین زمان برای تمیز کردن توالت قبل از دوش گرفتن است، چون در هر حال می‌خواستید خودتان را بشویید. هدف از بازشناسی هر اتاق این نیست که پروسه مرتب کردن را پس از هر اقدام انجام دهید، بلکه می‌خواهید خودتان را برای اقدام بعدی آماده کنید. ناکلز می‌نویسد: وقتی وارد اتاقی می‌شوم، همه چیز سر جای خودش قرار دارد، زیرا این کار را هر روز و در تمامی اتاقها انجام می‌دهم و تمام وسایلم همیشه در شرایط خوبی قرار دارند.
افراد فکر میکنن خیلی سخت‌کوش و دقیق هستم، اما حقیقتا خیلی هم تنبلم. اما این تنبلی را به شکلی فعالانه بروز میدهم. اینطوری در زمان صرفه‌جویی میکنم. هر زمان که محیط را برای هدف مد نظر سازماندهی میکنید، برای اقدام بعدی حاضر و آماده میشود. مثلا همسرم یک جعبه حاوی کارت تبریک دارد که بر اساس موقعیت‌های مختلف چیده شده. تولد، همدردی، ازدواج، فارغ التحصیلی و موارد دیگر. هر زمان که لازم باشد، کارت مناسب را برداشته و ارسال می‌کند. او مهارت بسیار زیادی در ارسال کارت و به خاطر آوردن مناسبت‌ها دارد، زیرا استحقاق مربوط به انجام این کارها را کاهش داده. سالها بود که خودم این مشکل را داشتم. مثلا بچه یک نفر به دنیا می آمد و با خودم می گفتم باید یک کارت تبریک براش بفرستم. اما هفته ها می گذشت و تنها زمانی یادم می آمد کارت تبریک مربوطه را از فروشگاه بخرم که دیگر دیر شده بود. اجرای این عادت ساده نبود. راه‌های زیادی برای آماده سازی محیط وجود دارند تا بتوان بلافاصله از آن بهره گرفت. اگر می‌خواهید یک صبحانه سالم بپزید، از شب قبل کتری را روی اجاق بگذارید. روغن را روی اوپن قرار دهید و کاسه و بشقاب لازم هم دم دستتان باشد. وقتی بیدار شدید، آماده کردن صبحانه آسان خواهد بود. دوست دارید بیشتر نقاشی بکشید؟ مداد، قلم، دفترچه و ابزارهای نقاشی را در بالای میزتان بگذارید که خیلی راحت به آنها دسترسی داشته باشید. دوست دارید ورزش کنید؟ لباس ورزشی، کفش، ساک باشگاه و بطری آب را از پیش آماده کنید. دوست دارید رژیمتان را بهبود دهید؟ آخر هفته ها مقدار زیادی میوه و سبزی خرد کنید و آنها را داخل ظروف دربسته بگذارید تا بتوانید در طول هفته دسترسی آسانی به خوراکی‌های سالم و آماده برای خوردن داشته باشید. راه‌های ساده‌ای وجود دارند که می‌توانید عادت‌های خوب را با کمترین مقاومت و استحکاک ممکن به پیش ببرید. همچنین می‌توانید این اصل را معکوس کنید و محیط را به گونه‌ای آماده کنید که اجرای عادت‌های بد دشوار شود. مثلا اگر متوجه شده اید که زیادی تلویزیون نگاه می‌کنید، پس از هر بار تماشا آن را از پریز برق بکشید. تنها زمانی تلویزیون را دوباره به برق بزنید که نام برنامه مد نظرتان را با صدای بلند اعلام کنید. این کار باعث می شود استحکاک لازم پیش رویتان ایجاد شود تا بی خود و بی هدف سراغ تماشای تلویزیون نروید. اگر این کار برایتان جواب نداد، می توانید آن را یک پله بالاتر ببرید. تلویزیون را از برق بکشید و باتری‌های کنترل را نیز پس از هر بار استفاده بیرون بیاورید. بدین ترتیب برای گذاشتن باتری نیز به 10 ثانیه زمان بیشتر نیاز دارید و اگر خیلی جان سخت هستید، پس از هر بار استفاده از تلویزیون آن را از اتاق نشیمن خود بیرون ببرید و داخل کمد بگذارید. در این صورت مطمئن می‌شوید که فقط در صورت نیاز به تماشای یک برنامه آن را از کمد بیرون می‌آورید. هر قدر استحکاک ایجاد شده بزرگتر باشد، احتمال انجام آن عادت کمتر خواهد شد. هر زمان امکان داشته باشد تا ساعت ناهار گوشیم را در یک اتاق دیگر می‌گذارم. وقتی گوشی نزدیکم باشد، کل صبح را بدون هیچ دلیل خاصی صرف چک کردن آن می‌کنم. اما وقتی در اتاق دیگری باشد، به ندرت فکر استفاده از آن به سرم می‌زند. و استحکاک ایجاد شده هم به اندازه کافی بالاست که بیخود سراغ گوشی نروم. در نتیجه هر روز صبح 3 الی 4 ساعت زمان دارم که بدون حواس پرتی به کارهایم برسم. اگر گذاشتن گوشی در اتاق دیگر برایتان جواب نمی‌دهد، به یک دوست یا عضو خانواده بگویید که به مدت چند ساعت آن را پنهان کند. از همکارتان بخواهید صبحها گوشی را داخل میزش بگذارد و موقع نهار آن را به شما پس دهد. همین استحکاک کوچک و اندک نقش باور نکردنی را در جلوگیری از رفتارهای ناخواسته ایفا می‌کند.
وقتی آبجو را پشت یخچال پنهان می‌کنم و دیگر در معرض دیدم نیست، کمتر می‌نوشم. وقتی اپ‌های شبکه‌های اجتماعی را از روی گوشیم حذف می‌کنم، هفته‌ها طول می‌کشد تا دوباره آنها را دانلود و واردشان شوم. این ترفندها احتمالاً نتوانند یک اعتیاد واقعی و جدی را از بین ببرند، اما برای بسیاری از ما همین یک ذره استحکاک هم میتواند تفاوت میان چسبیدن به یک عادت خوب یا لغزیدن به یک عادت بد را رقم بزند. حال فرض کنید یک دوجین از این تغییرات ایجاد شود و محیطتان به گونه‌ای طراحی شود که اجرای رفتارهای خوب ساده تر و انجام رفتارهای بد دشوارتر شوند. تأثیر فراوانی را مشاهده خواهید کرد، چه به عنوان یک فرد و چه در قالب والد، مربی یا رهبر به سراغ این رویکردهای تغییر رفتار بروید. باید یک سؤال یکسان را در این زمان از خودمان بپرسیم: چگونه می‌توانیم دنیایی را طراحی کنیم که انجام کارهای صحیح در آن ساده تر باشد؟ زندگی خود را به گونه‌ای طراحی کنید که مهمترین اقدامات شما به ساده ترین شکل ممکن انجام شود. خلاصه فصل: رفتار انسان از قانون کمترین تلاش پیروی می‌کند. طبیعتاً به سمت گزینه‌هایی تمایل پیدا می‌کنیم که به کمترین میزان تلاش نیاز دارند. محیطی بسازید که اجرای کار صحیح در آن به ساده ترین شکل ممکن انجام بگیرد. استحکاک مربوط به رفتارهای خوب را کاهش دهید. وقتی استحکاک پایین باشد، عادتها ساده می شوند. استحکاک مربوط به رفتارهای بد را افزایش دهید. وقتی استحکاک بالا باشد، عادتها دشوار می شوند. محیط خود را آماده کنید تا اقدامات آتی ساده تر شوند.